دهه ما تاریخی بسیار بوی دارد چون که تاریخ بوی این در حالتی است که شهر کران 700 متر از همین دهه ما دورتر استقامت داریم. ما در وقت راستش که ما نمیدونیم قلعه کهنه میگفتن، ما وقتی که بچه بودیم میدان خردسال بودیم، وقتی که در نوبتی پودا میشد یا مول میشد میرفتیم در بالای همون قلعه بازی میکردیم، اما ما نمیدونستیم که در همینجا چیست. از اصلا تصور نداشتیم، میدیدیم حال دیوارای خوب داشتن، چیز داشتن، حیران میموندیم اینجا چی باشد. بعدا مثلا معلوم گشت که بعد از طرف مثلا شهر دوشنبه اومدن مثلا گفتگو کردن، معلوم شد که شهری کران گم شده یک بوده است که در کتاب مولای بابا جان غفور نوشته شده است که یعنی که شهر کران که گم است در طرف بدخشان همینجا پیدا شد، در همین شهر همین حاضر که حاضر کار و فوز کار کرده شدن و معلوم کردن که چند تاریخ و چند ساله دارد. ما روزی که تاریخ دهه روزبای یعنی معنای روزبای داشتن این دو معنا دارد، رضوان روزبای یک معنای بهشت میسان. در همین دهه ما تاگزارا با معنای امو جاهایی که فقط انگورزار بوده است. انا دهه ما مقصد که با داریم در بالاتر با شهر کران، مقصد که اونجا هم امو قد یگو دره ها همی انگورا حاضر هم وجود دارند. انگورا حاضر هم وجود دارند. مقصد که با معنای تاگزار. از دوره آریایی است، کلمه های آریایی در رزوای بعضی جهان در شبا میخورند. فرض کردیم که زینگی راغ، زینگش کوه، راغش دشت، هنه کوهی دشت کوهاش زیر است، همون زینگ راغ. اینا از کلمه های همون بر وقتی نه. بری تورندش زماند، خوف، ای بری این طرفش، لیجک، دشت لیج. این رزوای از دو قسم عبارت بوده. یک قسمش نسای بوده است نامش و یک قسمی طرفی چپش که با همین قلعه کهنه نزدیک است به اینجا. اینش رزوای. نام‌هایی که در دهه هر محله گذاشته می شود، مثلا هر به همون دوره پیش یعنی مطابق شدن که یک میگه لغیون، قرغنون، ابرغون، یعنی اینا معنای خودشون داشتن. ابرغون یعنی معنایی که یک طرف بدنشان، معنای هم رو داد. قرغنون یعنی که قوره یعنی یک جا بدنشون. لغیون یعنی جایی که چخری از چخری معنای همینا رو داشته است. همین در دهه ما حالی هم همونا رو چی نام کوی شاهان، کوی شاهان میگن، شاهان بود. شاهان یعنی که در همونجا مردم شابانی میکردن، در همون سری کو میرفتن، حالی همونجا یک جای مخصوص دارن، در همونجا شابانی میکردن، مردم شاو طور در همونجا میسودن، یا که صحبتی خودشون داشتن یا یگون صحبتی و چیزی دیگر حل میکردن. مردم هم خیلی شغلای به حد خوب داشتن. پهلوانای خوب بهترین در دهه ما زیاد بودن، علمای زیادی بهترین خوب هستن، حالی هم هستن. شاعرای خوب داریم، حافظای خوب داریم، بر مانند عبدالنظیر شادرمان پسراشون همش همین زادگاهشون همین دهه رضوان میباشد. نظرالدین نعمت الله اینا یعنی که همشون از همین
деҳа таваллуд шудагӣ ҳастанд. аз ҳаминҷо баромадагӣ ҳастанд ки номи дарвоза дар чи дар муаррифӣ на танҳо дар ҷаҳон, дар тамоми ҷаҳон яъне ки муаррифӣ карда истоданд. ин қишлоқ маҳаллаҳо қатъӣ тақсим шудагӣ аст. якта чорбоғ. чорбоғ ҳамоне ки аз қалъаи кӯҳна мепироӣ, аввал ҳамун чорбоғ ба дохил мешавӣ. аю боло чорбоғ. чорта боғ будааст. чорта боғ будааст. мардум зиндагӣ мекарданд. ин тарафтараш вомондагӣ қирғанун. қирғанун. қирғанун маънош ҳамин ки ба лавзи навтар гӯем гирдогирдаш қирған будагиҳо ҳамин дарахту умуман ҳамин хел. унҷош ном шудааст қирғанун. инҷе ки рай мошин аст пуни ду. ин тарафаш аз чорбоғ сар карда то қирғанун ба поёнаш ҳам тарафдагӣ. چهل چهارتا چشمه دارد. 44 تا. 44 تاش من طرف همین آورینگ میگم آزی همونجا سر میشود. 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا چشمه همونجا قطار است. حاضر هم هستند اون چشمه. در اینجا آب سیدون چشمه هست با آب کلان که هر دو طرف قشلاق میخروند. اون آب هست سرچشمه. همون چشمه یکون از دیگر جای استفاده نمیبرد. فقط همون آب هم به این طرف هم به اون طرف تا پونی دو. سرچشمه اصلا آبهای کلان در همینجا دونه که چون تقسیم کرده شده است که در 3 تقسیم همین دهه همون چشمه چند سرچشمه میبیاد. 3 تقسیم اساسی، یک طرف به طرف چپ قشلاق میرود، دیگر به طرف راست و طرف به بین. 3 تقسیم برابر کرده. از جمله اینها 77 چشمه دیگر در درون همین قشلاق ما وجود دارند. لیکن اصلا در حقیقت به حد چشمه زیاد داریم. چشمه بسیار آب شفایی داریم. چشمه آب شفایی ما در شهرها هستند. در همین شهرهایی که میگذاریم در اولی دم میداریم و برای کسلی های پوست بسیار فایده آور است. بعد آبی طلاش میگن. از همینجا از شهر اومده در چیزو پر میگیرن بگیر به شهر برای معالجه خودشون میبرن. یک آبی شفا در اینجا داریم. در اولی قشلاق میبریم شرشر میریز از بالای شوخ میریزد قشرو همون یعنی به همچون آبی شفا استفاده برده میشوند. چشمه همونن. در دهه ما همه نمود میوه قریب که می شود. انجیر می شود، گیلاس، سنجید، مقصد شفتالو، سیبای هر نمود زمستانه و تابستانه، خب انگور، خب خورما، همه چیز می شود. از همه خوب در جای ما همه انگور، انجیر، انار همینا خوب می شود. سهر قطعی میخیزیم. ما در قشلاق ما کار بسیاره. این همی تو چینی داریم، یک زردالی چینی داریم، میوه میچینیم، این همی میخیزیم. کار بسیاره. می فقط و این همی کار قشلاق تره. این همی خیزیم تو تا میچینیم. اول این همی میروبیم، توزه میکنیم با
اینا می زمینای کلان داریم همه اگراد ای خدمو اینا مثال پمیدور بادرینگ همه چی را میکاریم خدمو میکاریم همه چیز ما خدمو نه اینا بادرینگ میکاریم میخریم پمیدور پیاز همه چی را خدمو اینا امنا را میکاریم با اون خیشابا میکنیم اون آب میمونیم امی قکار مپرای با اینا تاری وای با میریم تو تور میچینیم یک باغ موزردالی میچینیم گیلاس میچینیم همه می کارا میکنیم تو تا میچینیم جمع گیر میکنیم اینا گاو داریم مال داریم اینا میوه پیوه اینا مثال گاوامون تا گاوا در چی مونن ایلاق مونن اگر نه گاو میکشیم چند تا گاو جوشایی داریم باغداری میوه‌داری ما اصلا ما تمام میوه در ناحیه در مخصوصا در دهه رضوانی ما تمام میوه میشود انجیر انار انگور سیب شفتالو زردآلو تمامی چیز اولو همه چیز دنیا میشه توت مثال ما توت از جمع‌آوری میکنیم برای زمستون زردآلو قوانین برای زمستون وای میکنیم برای مال گو ما میکنیم سیب پورا می‌نیم سیب خود سیب هم قبسیار میشود که باور کنیم هم 10 15 20 خوب میکنیم برای مال میده مثال توت هم جمع میکنیم برای مرغ میخوریم مرغ ما اصلا گندم استفاده نمیبریم همین توتا استفاده برای همین مرغ را چی کردن یعنی که از زمستون برآوردن وای بسیار بعد فربی خوب میگن توت اینشون بعد بهترین توتای تازه خشون از زمین شهر میبینن میخرن سیب رو میخرن یعنی که چیزی خشک میگیرن میبرن از شهر دوشنبه میبینن از پیش خونه میگیرن میرون زندگی ما گفتم بهترش است از پیش خونه اومده زردآلو را توتا سیب آلو را خوچه انار انجیر چیزی که داریم همه را گرفتن میبرن یعنی که ما بهتری نه که اولی ما بسیار خوب شدگی از همین حسابی باغداریه که مثلا ما با پرورش می‌کنیم در هر یک باغ خونمون این مثلا نمیشه استفاده است مثلا نمیشه در 15 تا نهالی سیب این یک خونه یک چیزا چی خونه ما را شاید که همین مثلا که سیر پر بخونه بپوشونه که بعد زمین نگاه نکردیم مثلا ما موش میگیریم یا گونج کار میکنیم همین باغ مثلا میتوند که شما را تا یک سال بخونه بپوشونه ذخیره میشه پولی که مثال کار میگیریم پولی که اویل میگیریم و را یگون ذخیره میگیریم برای یگون بهبودی با چیزی فرزندو یا که یگون توی یگون چیزی خاندارگی فرزندو استفاده میبریم تو تامینه ها سیزانی تو تای اینم تو رو میچینیم جمع آوری گازش سفید خد مونده میکنیم سفید تازه شروع خد مونده میکنیم با سیاش با کدوم گاو دمال دمیتیم اینا خدمو میخریم نه زردآلو را میچینیم با سوق میکنیم او را ما ایمی زردآلو چند نمو سوق میکنیم شربت میکنیم اینم چیزا داریم اینا باز همه چیزا پر سالاد میکنه باز وقتی اگراد میشوه کو همه اینا اگرادم فتیستنه که بودرینگ سالیونی میکنیم پمیدور سالاد میکنیم همه اینا چیزا رو با خدمو میکنیم ما تا مغازین بزرگ کم میخریم وقتی چی شوه کو همه را خدمو میکنیم توت جمع آور کرده ایستادیم. توت یک میوه است که شفا بخش. خب یک میوه است که همه دوستش میدارن با کلگی دوستش میدارن و مردم از خود دوشنبه میآیند اینجا از مردم ما با توت میگیرن میبرن برای بازارهای دوشنبه مقصد که حاضر همه زن و فرزندا و نبیره ها و همه مشغولی توتچینی هستند. وقتی توتچینی توتامو رفتیم قاقشیم ریختن در تگاشو و در چادرها میپاییم ای تگاشو میچینیم بای خورنه ای دوریست بای گردره تیپس میکنیم در اسیاب داریم اسیاب میکنیم میخریم سودا در بازار میکنیم شافی ها میان اینه و دیگر ناحیه های دوشنبه هر جا میخرن میگیرن میبرن همه میبرن توت هم میبرن آلوچه قوق هم میبرن سیب پاره قوق هم همه را میگیرن میبرن با در توته در چی میدازیم قربایی و چاینیک میدازیم میخریم برای گرده برای دورگی توت بدونه میشود ریوچی میشود زغاری میشود مظفری میشود 5-6 نمودی توت از ما هست که اینها یعنی برای توپوس میگیم در اصول میبرن شب خوک میگن شد توپوس میگیم توپوس استفاده میبریم وای توپوس بسیار در دوره پیشه پدر و بابایان همین استفاده خوب میبردن همین توپوس دویم خوراک اصلی اصلا ما مردم همین شاید که همین توپوس بوده است
چون بابا میگفتن که ما توپ زمین او میخوریم باور کنی نمخای گردن از اون بودم خیلی همین خیلی سلامتشون نقض بود که حاضرم برای خودمون همین توت برای مثال انا سنگ گرده برای پیشوبدون بسیار فایده خوب دارد بهترین ما اگر که گرده و مثال درد میگم وای میشود ما حتما توت شوی میگیم میخوریم بعد دستور خشن میشود تازه من نمک هم میشوید بسیار ناز استفاده برده میشود بعد در مویز مثال یک جای میگیم دونه هم داشت میگیم بسیار خوشگل میشود توپوست هم مثال میگیم بعد شاید دوشنبه بریم توپوست هم میگن مردم که اومده اشای دوشنبه 14 سومون 15 سومون 1 کیلو سیپس میشود میکنیم برای خودمون بهترین چیز برای ما همین چی میگم موادی که در خودمون هستن همینو استفاده خوب میبریم برای زندگی بانکا ای آلو سر کردیم آلو محکم کردیم آلو چسخ کردیم زردآلو را چی کردیم استوک ای زردآلو و سیر میکنیم استوک ای سیر یعنی سیر محلی ای سیر میکنیم ای همه نیره ما یک سال خیرمو کردیم خیرمو پدیدلو تقشیری اومد همه میوه در واقع میوه بهترینه شیرین‌ترین میوه زندگی روزوای به درجه عالی شد خصوصا در دوره یکی حاضر جناب عالی هست باز خوبتر رفت آمد 4 ساعت حاضر اینجا سوار میشوی پر خوب میشوی میخیزی در دوشنبه این چیزی در کار هست میگیری بود میگردی پیشتر آغبه بود آغبه خواب رباط انا به واسطه اونجا خیلی زمستان یک فلاکت میشد ای خشت بارا دروشن یا دریشن رفت آمد نبود حاضر در مدت 3.5 یا 4 ساعت پیش بیمارم دا میرد بلنیسته با اونجا با میگردیم میآییم بعد مردم سیر پر هستند ما از سیب از از آلو از زردآلو از سیب بهی از انار از همشون ما برای خودمون چی ما میگیم مربی تنتایور میگیم برای زمستان هر یک خونه دو اینم بریم ببینیم حتی قریب 100-200 تا بانکو میگیم محکم میگیم برای زمستان برای نوشابه برای خودمون نمیخواد تابستان فقط ما نوشابه چی میخریم سیب میخریم آلو میخریم نوشابه چی انجیر زردآلو میخریم همه همین نوشابه میگیم برای خودمون تیار میبینیم برای زمستان خود باور کنید همین امسال از ما نکردیم چون که پارین هم بسیار موندن که برای امسال ذخیره شده است ولی هم ما گفتیم که امسال باید کنیم گفت که هم بسیار مونده ذخیره که با امسال هم بسندن هم ما نوشابه خودمون فقط از دور از مغازه به ما استفاده اون نمیبریم از خودمون همش از خودمون نوشابه خودمون امی کار اگر گم که نمی زمین نرفت امی روز میگم این زمین نرفتم در زمین چی گپ شد کویا کبرم زمین ببینم که چه خیلی شیدیم خیلیم باز یک گاومال مونستند فقط در زمینایم در تگای توتویم خیلییم میکنیم همه امون جمع آوری ما یگان شلپری درمان نیستی میجمی فقط امی خرد خراک این امی چیزام حاضره شه این امی چی نموده بیم همه شای خدمونه این امسال خیلی چیت گیم نمگر دوم ایمی کارتشکا سر میکنیم تو پیاز تو پامیدور بودرینگ این امی یک سال اوجی همه چیشی استن جو و جوشی استن میخریم بعد
این قشلوق حافظی دوستای ما اکای عبدالله انا شاگردا دارد او اکای عبدالله با در اینجا نظردین نعمت الله انا خورزای امونا خواهرزاده امونا هست با بسیار شاگردای دیگر داشت او رحمتی انا در دوشنبه بود سال 57 با نام انا حافظ خلقی ریسپوبلیکا مشرف شد ما یک جهان تشکر یک جهان خرسندی هم برای مردم قشلاق هم برای تاجیک امروزه و بدگی و انا همراهی اکا شریف جورایف او اکا شریف جورایف هم پیش کپر که خونه همون جایی که هیکل ساختگی هست خونش همه این با حافظات در زیر رهبری امون به وایه رسیدن میشدن. امروز که ساقی چمن نرگسی مست است بلبل شده گوینده گل دایره دست است بلبل شده گوینده گل دایره دست است برخوار شکر بندد این ترککی شپا برخوار شکر بندد این ترککی شپا خون بر می جایم از شکری لعلکی بست است خون بر می جایم از شکری لعلکی بست است. هنرمندای بسیار دارد در همه ساحه‌های هنر هم هنرهای مقصد که دوریدگری و هم دیوالگری و هم صنعتکاری و مقصد که ما آیدی که همی هنرمندا کم بیش تصور داریم مقصد که پیش استاد عبدالنظیر در دهه ما باز بدن میر شب میگفتن یک مستفیدی پیرانسال بود میر شب میگفتن که آواز خوب داشت خب بابی ایمد میگفتن خب تقای شفیع بسیار صدای خوب داشتن حافظی میکردن قصه ها میگفتن قصه ها میخواندن در شکل آهنگ بسیار نادر آدم بودن. گفتی بگو که در چی خیالی و حال چیست ما را خیال توست را در خیال چیست. عبدالنظیر یکی از شادرمان یکی از حافظان بهترین جمهوری تاجیکستان به شمار میرفت از جمله فرزنداش جیانهای و در پی همون رفتگی هستند حالی که مکتب موسیقی که به نام همون چی شادرمان عبدالنظیر تشکیل کرده هستیم که جیانچای وای مثلا درس میده در همینجا یک دسته را درس داد بچگی دسته بچگی گرفت دیتور نوازه بچگان تا جمهور جا گرفت حالی او گرفت دو دسته تمام کرد برفت در دسته دخترها رو گرفته است دخترای دیتور نواز و باره داریم که انشالله تا جمهور میرم حاضر بیان بهترین دسته دیتور نوازان دختران در ناحیه درباز که کار فعالیت دارد همین جانی عبدالنظیر است که در همینجا درس می‌آموزد همون را سبق می‌آموزد اونا حاضر در چیز هستن از خردسالی میگیره شما را تا صنف 11 تمام کردن در خود جمهور جا گرفته یک تا جایزه گرفت از جنوی همین چی عبدالنظیر فیض‌الدین جعفر از این مکتبی دستپروری ما بود حاضر هم در خونش بود همون جایزش هستن در جمهوری جای اول گرفت از جنوی همین اولادای همین بابای عبدالنظیر. البته که همین تاثیر امونا که مقصد که امروز با بعدی بیا استاد عبدالنظیر پیدا شد در دهه ما خب پیدا شد اکای الیاس‌دین میگفتن ریاسیف که بایم آواز خوب داشت رباب بسیار عیادش خوب میبرمد نواختن خب بعد اکای اقرارالدین رحمتی بودن خب پسرای استاد عبدالنظیر همش
бабоя дар ами деҳаи мо расидан. Оно амиҷа таваллуд шудан. Мақсад Акай Назирдин бисёранд. Бо баъди ваём ҳастанд ҳофизое ки мақсад ҳунармандое ки ҳарчанд ки унвонам ки надошта бошанд, ами кор ами ақидаи онҳоро пеш буристанд. Мо ами гурӯҳи гуздухтарои ами деҳара интихоб кардем, имтиҳон гирифтем, қабул кардем дар мактаб, дар филиали мактаби мусиқии ами деҳамон. Мақсад гурӯҳи духтаракҳои дуторнавоз ки фаъолияти хуб доранд, дар озмунҳои ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азиз иштирок мекунанд. دادگاه جای تولد ماست و در اینجا ما مهنت زحمت میکشیم. چقدر که جناب عالی میگه که باید که ما زحمت کشیم، بسیارتر زحمت کشیم. در کوهستان سنگین در بالای سنگ ها خاک کشیده باغ بنیاد کردیم. چقدر شما میبینید حاضر در همین باغ ما دهقانا علف درآورده هستند. در باغ بالا گرویم من 30-40 سال پیش در بالای سنگ ها خاک کشیده سیب، انار، انجیر بنیاد کردم. حاضر میریم اونجا هم تماشا میکنیم. بهترین موضع در ولایت بدخشان است. درواز آب صاف تو آموخت بر من پاکی را، آن کوههایت داده‌اند در سوسن بباکی را. چیکار گویم؟ انسان وقتی که زندگی دوست دارد باید مهنت دوست دارد. با زحمت، با تلاش ها ما به مقام بالا میرسیم. یعنی به زندگی شایسته میرسیم. مهنت کردن کار. باور که من کارمند فرهنگم حاضر در رخصتی میهستم. 20 سال در ساحه فرهنگ کار کردم در شهر باختر. هر سال میگم که میایم اینجا مهنت میکنیم. در زمین مدادم به خاطر اون که ما همین زحمت نپرداختیم. اگر چین کارکنی فرهنگ باشیم، خاطر اهل عائله اومده در اینجا سیب، زردآلو، شفتالو، سوغاتی برای همسایه میبریم. باور کنید از توت و تیپوس درواز من مخصوص به مو همسایه و به مو شهر آشناهام میبرم اینجا. айни ҳол дарави заминҳоро буд кардем. хоб мақсад фақат обмонии заминҳову ҷамъоварӣ кардани тут. аз ҳама тут ки ай тут мо мақсад ки ҳам тут барои истеъмоли ҳам фарзандому набераҳому ҳами дига барои молу гову мурғи индук мо ҳам جمع گیر میکنیم. 3-4 بار میداریم. دم کوهستان تنگه که مثال آبش هم وای است، آب چشمه. اینجا آب وای نیست. آب دریا نیست. آب چشمه میاد. از چشمه آب میخوره. آبش هم آب تازه. برای همین اما خوراک چروا ما هم خوراک وای شیرش بهترین شیره. باور کنید. شیره با ما رو جرغوز زده، جرغوز کرده روی میکنن. فرق کلان داره. روغن با اما اصول قدیمه خواهرم هر سال همون کوی بلندی میروه میبیوره. ما برای ما کم کم سوغات میده که یگان مغازه دوشنبه حتی در مسکو نیسته. چی توپ تازه و یگان کسالین برای کودکا برای همه این پیشش ماده درخت خوش میگن. خوش این اینجا ولی اینا نرسیده است جمعوارش میکنن. خیلی اکو قدر سودام نمیکنم شوتا سوغات میروه بام خشته برو با بهترین مملکت های. رشقه را 3-4 مرتبه می‌داریم. در گیر اطراف رشقه باز سفیددار جاهای مثلا که کس ناگذارند. مثلا اینجا وای سفیددار برای ساختن خانه. در گیردش زمین از تمرکز سازی می‌بریم. سیب، انار، انجیر همه میوه در گیرش می‌بریم. در مابین
زمین استفاده برای که زمین که کمتر است در کوهستان فقط همون جاهای باید جایی که نالازمن همونا رو سنگ کشیده خاک کشیده در حالا میشونیم. این سیب تیرمایی است؟ سیب تیرمایی سیب بهترین سیب است. سیب تیرمایی است. سیب تابستان هم داره؟ سیب تابستان در بالا داریم. در بالا باغ بالاتر میریم. سیب چی نام دارد این سیب؟ سیبی و زبان روسیش در تا گرنج میگن. نه بهترین در بازار دوشنبه در بازار پایتخت بسیار و نفوذ کلان دارد. خریدار خوب داره. خریدار بسیار داره بله. همه جای خودی دوشنبه میرن همینجا میگیرن میبرن. با چی است در باغ شما؟ باغ ما انجیر است، انار است. حاضر وقتی انجیر ها؟ نه سایداش پخته است. نه سیل انجیر. سیل انجیر پخته است. وقتی پختن سیل انجیر است. مساحت باغ یک هکتار است در یک خودروی دهقانی ایجا. خودروی دهقانی وای داریم ما الهیده. خودروی دهقانی رئیس داریم. هممون اون گوش میگیم اساس خودروی دهقانی الهیده. سیب بسیار بوده است. سیب انجیر انار این انجیر. انا انجیر میشود دوای بزرگ است. دوای نغز است. هم ورنیش میکنن هم خوش میکننش هم برای همه کسلی های درون معده فایده داره. در شی میجوشونا میخورن. بسیار دارو بسیار قیمت است. قیمت سخته. نه که ما مردم میگیم که برای توفه برای برادرای شهریم و برای سیاحا و وای میکنیم. این انجیر مرحله به مرحله میپزد. بله تا سنتبر اکتبر میپزد. تا می برف بردن میپزد. تا آخرون همو ویش حاصلش میپزد. اگر برف سخت نبارد تا آخرش نشونمو میپزد. توسط همین گونه چوب ها علف رو به خانه میبرید؟ بله طرف همین چوب ها میبریم و خونه بعد آسان تر است نسبت خالی بدن. مثال ببین این پدر بابای ما همین خیلی فکر کردن وقتی که میبردیم به این خیلی سیخ میگیم اون تایق برای علاوه بردن به این بسیار دشواری میکشیدن. این چی کمک میکنه؟ این کمک میکنه که هم درزه زیادتر برده میشود هم بار سبک برده میشود. سبک میگیری میره مثال 10 تا اگر که از کوه پیش کنیم بله موازن یخل نگاه کرده میشود. اگر که اون باشد شاید که وزنی کنه میفروید و پس که فرومت راه گشتن هم امکانی بیزنس کردن دارن بسیار وزمین میشود. برای همین قدر ما مثال سیخ میگیریم مثال 10 دانه 12 دانه هر کس موافق هم قابلیتش قابلیت چند دیگه باشد همون میگیریم مثلا میگیریم از کوه که ما میبریم بالاتر میریم 10 تایی میزنیم. در مثال زمینه خودمون باشه 8 10 12 15 تا چند دیگه میبرد سیخ همون رو میزنیم. چه میزنیم داریم؟ مثال اینا حاضر میبینیم مثال طرزی نگاه کردن بنده میبندیم مثال بنده وقت میکنیم مثال نگاه میکنیم سیخ تیاره بیار الاف اینجا بیار ای بالا میزنیم ای بالا خفیه این طرزی وای کردنش میخیم چی نمونیم من تر خوش باشد در خودش میرین کم تر دیگر خودش میایستد. دیگر تنها هم باشی مثال تنخیصی نمیکشی اما تنها هم باشی اگر این با این قطعی توسط این گردانده میشود آزاد چیکار میگنی پوش کرده میگیری میبره. اگر که این که نباشد بسیار قین میشود. کشیدن و بستن و پوش کردن خیستن بسیار تنخیصی میکشی. یکی تجربه کنم همین مالش از یک اما خوخترش بیاره همین خوخه رو بیار. این راه داره بله همین باید موندن در کوه. اگر باید نمونی شاید که بار چیکار کنن کمتر تگ میشود طرف چپ و راست غیل میگیره بیار یک تا دیگه بیار. اصلا 3 تا برای پیش کردن مثال خودمون 3 تا میمونی. هر کس با موافق همون چی قد قامتش میگیره. مثال من دراز هستم من 3 تا پیش میگیرم برای پیش 3 میگیرم. مایده تر باشد 2 تا میموند میگیره. چون اگر که زیاد اگر یا بزنی با سرت میخیزه با. اگر پشت کردیم مثال اگر پیش کردن شود وای ای پیش میگذره فهمید. این مثال 3 تا شد 3 نفر برای دست خپک میگیم ما میبیاریش آزاد پایین قدی میگردونیش. اگر این راست که وای کنیم شاید که باز میسره نمیشه. برای همین قدر تگی بند قدی گذرونده در کار بله بعد میخواد میموند اینا کیت میکنی بالای دو تال چیندن میگیری. اگر لازم اگر چیز بوی باشه ای پیش میمونی با مثلا ای پیش میمونی مثلا فهمیدی ای پیش میمونی تو می گم شدن تو بستنی همین چی بنده که
همین رو میبندیم که از پایان نفت. ما میرسه 10 دانه میشه. شما را کمتر میگیریم. شما را کمتر میگیریم. یک تجربه بیار تمام میشه. یک تجربه بیار. حاضر چی حاضر؟ خود یک گوشت بخاطرش ده. من تمام. برای شما همین قدر کفایه. کفایه؟ برای شما کفایه. این بند از قفا میبندیم. قدر زیباست قشلاق شما سرقلی دل ها